چند سالته؟ مست. اومدی ایران چیکار کنی؟ کار کن. چیکار میکنی تو ایران؟ فال میفروشی؟ ساعت چند بیدار میشی صبح؟ ساعت 11 صبح بیدار میشی؟ مردم ایران چجور آدمایی هن؟ خوبن؟ اذیتت نمیکنن؟ دوست نداری برگردی افغانستان؟ نه. اینجا جنگه. اونجا جنگه؟ آره. جنگ یعنی چی؟ یعنی جنگ میکنن. ما را بگیرن ما را میکشن. دوست داری جنگ تموم شه؟ آره. اگه جنگ تموم شه برمیگردی افغانستان؟ خواهر برادرم داری؟ آره. کجا؟ افغانستان. آخه مامان کجاست؟ افغانستان. کی تو رو جدا کرده از افغانستان؟ خودم. خوده؟ آره. آخه چقدر چشات قشنگه. میتونستی هنرپیشه بشی ها. مثلا فکر کن اگه که توی فرشته تهران به دنیا آمده بودی بالا شهر میتونستی بزرگ شدی هنرپیشه بشی. دوست داری بزرگ شدی چی کاره بشی؟ چی کار کنی؟ آخشار. چی؟ آخشار. آخشار چیه؟ آخشار. اون آخشارا رو این مثلا اینجوری اونا رو هم میدن جدا میکنن با میفروشن. دوست داری آشغالا رو جمع کنی بفروشی وقتی بزرگ شدی. آره؟ یه آرزوی بزرگ بکن. چی بکنن؟ آرزو. آره. آرزو چی است؟ آرزو چیه؟ آره. عزیزم بازم میای اینجا؟ آره. اومدی اینجا منو صدا کن. خب خدافظ. خدا.